ماسک کشیدن بر بالای خفین مسیحا خود در سفر باشه در حضر این ثابت است. ما ایمان آوردیم بر دو ملائکه که اونا کرام الکاتبین هستند. ملائکه است که اونا را خداوند امر میکند با کتابت اعمال بنده ها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. شروع میکنیم درس 12 از سلسله درس متن عقیده الطحاوی الامام الطحاوی رحمه الله تعالی و نفعنا به. رسیدیم در قول مؤلف و نرى المسح. ان شاء الله از همینجا درس رو شروع میکنیم. امام طحاوی رحمه الله میگه و نرى المسح، یعنی ما اعتقاد داریم مسح کشیدن را علی الخفین، بر بالای خف، یعنی محسی ها یا که بگیم موزه ها، فی السفر و الحضر، در حال سفر یا که در حال حضر، یعنی مقیم، کما جاء فی الاثر، چه همگونه که در اثر یعنی در سنت وارد است. اثر یعنی در اعمال صحابه. یعنی این مسئله بین صحابه و کسی که بعد از صحابه بود، یعنی تابعین و تبع تابعین و تا زمان ما، یعنی خب مسح کشیدن بر بالای خفین محسی ها خود در سفر باشه در حضر این ثابت است. خب علما ها میگن که حدیث مسح بر بالای خفین تواتر معنوی دارد. نه همقدر یعنی مسح بر بالای خفین وارد شدگی است که تواتر معنوی در رسیدگی است. برای این عددی خب راوی های حد یعنی مسح بر بالای خفین را محدثین را و راویاش عددشون شمارش کرده نمی شود. از 70 صحابه وارد شد، یعنی روایت شده است که از 70 صحابه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای محسی هاش مسح کشیدند. خب ان شاء الله این را برای چی امام طحاوی اینجا میارد، ان شاء الله بعد در شرح این عقیده طحاوی بعد بیان میکنیم، ان شاء الله درس اونجا طولانی میشود. خلاص حاضرش همه که ما اعتقاد داریم نرا، یعنی نعتقد، اعتقاد داریم که مسح بر بالای خفین جایز است در سفر و در حضر. طيب. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. خب امام طحاوی رحمه الله میگه که حج و جهاد انجام دادن حج فرضی کسی که استطاعت دارد و جهاد کردن. خب جهاد اینجا مراد فقط جهاد با شمشیر نیست، جهاد با زبان هم جهاد است ان شاء الله. اینا میگن ماضیانی، اینا همه وقت وجود دارند، یعنی جاری هستند. ما اول الامر، حج و جهاد رو با امر اول الامر کردن نکنه، یعنی کسی که خلیفه المسلمین، اول الامر من المسلمین، خلیفه المسلمین. خب که فرق ندارد اون خلیفه برهم و فاجرهم، که مقصد اون خلیفه خب نیکوکار باشد یا که فاجر که فاسق باشد، خلاص با اون یعنی جهاد کردن در راه خدا این چی است؟ الی یوم القیامه، این ثابت هستند تا روز قیامت که لا یبطلهما شیء ولا ینقضهما، یعنی کسی این بیطل نمیکند و نقض یعنی بگیم زیدیت پیدا نمیکند. یعنی واجب از جهاد کردن همراه امامی نیکوکار و بدکار چون گفتیم. خب برای میگه وقتی که امام المسلمین اگر مثلا برای جهاد نفر کردن گریخ، مثلا واجب از برای اونها طاعتش کردنش. مثلا اگر ظلم کرد، اگر چندی هم فاسق باشد، مراد از جهاد با برزید کفار اینجا. خب و کذالک خب طيب. و همچنین در امور حج اقتدا کرده میشه بر همون امامی فاجر که نیکوکار. طيب. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. و ایمان آوردیم بر دو ملائکه که اونا کرام الکاتبین هستند. ملائکه است که اونا را خداوند امر میکند با کتابت اعمال بنده ها. خب اونا ما را حفظ میکنند. چون که خداوند در قرآن میگه و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون.
این ملائکه ها می نویسند. خلاصه و نؤمن بالکرام الکاتبین، گرامی دو ملائکه که محافظه هستند می نویسند اعمال بنده ها را. خب فإن الله قد جعلهم علينا حافظین، خدا اونها را بر ما همچون حافظین، اونها این ملائکه ها ما را حفظ میکنند، حفظ میکنند. با خب خلاصه اینا ما ایمان داریم که اینا هستند، وجود دارند، به هر یک انسان خب نیکی و بدی انسان هم مینویسند. و نؤمن بملك الموت الموکل بقبض ارواح العالمین، و همچنین ایمان داریم با ملک الموت، یعنی عزرائیل که الموکلی که اون خداوند وکیل کرده است، اون عملش است بقبض ارواح العالمین، که قبض میکند روح عالمیان را. خب وقتی عالمین میگیم در بر میگیرد انسان و جن را. خب ملک الموت مراد عزرائیل علیه السلام است. خب عزرائیل علیه السلام. طيب و بعضی ها گفتن که عزرائیل علیه السلام و اون کسایی که کمک میکنن عزرائیل علیه السلام را در گرفتن روح. خب در بعضی چیزها اومده است ملائکه با لفظ جمع. خب چقدر خداوند میگه توفته رسولنا، صيغه جمع آورده است. مراد اینجا در بعضی جا با لفظ مفرد اومدگیه، مثلا قل يتوفاكم ملك الموت، خداوند میگه در سوره سجده. خلاص در جایی که با صيغه جمع اومدگی است یعنی کلمه ملائکه، و در بعضی جا با صيغه مفرد اومدگی. در جایی که با صيغه مفرد اومدگی باشد، از این معلوم است که عزرائیل علیه السلام خودش مباشرتا این روح انسان و جن سلب میگیرد. خب و در جایی که با جمع اومده است معلوم است که این عزرائیل علیه السلام میگیرد و میتید دیگر اون همراهانی که دارد عزرائیل علیه السلام، اونها بعد روح بنده ها رو میگیرند. خب امروی عزرائیل علیه السلام هست دو گروه ملائکه رحمت است و ملائکه عذاب. خب وقتی که میگه با صيغه جمع اومدگد رسول اونا چقدر در قرآن اومد توفت رسولنا، پس مراد عزرائیل و کسایی که همراه عزرائیل هستند. مفهوم؟ صيغه مفرد اومد این فقط حضرت عزرائیل در بر دارد. و بعذاب القبر لمن كان له اهلا، و همچنین یعنی واجب است ایمان آوردن یعنی خب تقدیر کلام. و نؤمن بعذاب القبر، ایمان داریم بر وجود عذاب قبر. لمن كان له اهلا، کسی که اهل عذاب قبر است. یعنی واجب است ایمان آوردن به عذاب قبر برای کفار و برای اهل کبائر، یعنی مسلمانایی که از دنیا به توبه نصوح رفتن، به توبه رفتن از دنیا در مقابل گناه کبیرهشان. خب دلیل بر وجود عذاب قبر چون که خداوند در سوره غافر میفرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یعنی این آیت دلیل بر وجود عذاب قبر است. یعنی النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، یعنی آتش دوزخ پیشکش کرده میشه برای دوزخیان غدوا و عشیا، خب صبح و بیگاه میگه. و یوم تقوم الساعة، وقت میگه روز قیامت میشود، از این معلوم است که یعنی از یوم غدوا و عشیا یعنی که در برای اهل دوزخ آتش دوزخ، برای اهل قبور که در قبر هستند، یعنی که دوزخی هستند یعنی در قبر هستند، خب صبح و بیگاه برای اون آتش دوزخ پیشکش کرده میشود. بعد خداوند خودش میگه و یوم تقوم، وقتی که روز قیامت برپا میشود، بعد خداوند میگه ادخلوا، روز قیامت بعد داخل کنید خب پیروان فرعون را سخت‌ترین عذاب را. از این دلیل بر امین است که این عذاب قبر وجود دارد، چون که در حدیث دیگر رسول الله کریم صلی الله علیه و آله گفتند استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه، یعنی پرهیز کنید از پیشاب، چون که بیشتر عذاب قبر از همون پیشاب است. این دلایل برای وجود عذاب قبر که در قبر هستند حق است. و سؤال منکر و نکیر فی قبره عن ربه و دینه و نبیه على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و عن الصحابه رضوان الله علیهم. و همچنین سوال کردن منکر و همچنین ما این ایمان داریم با سوال کردن منکر و نکیر، دو ملائکه که در قبر هستند، فی قبره برای در قبر انسان، عن ربه که سوال میکنن اون انسان از پروردگارش و دینه و از دینش و نبیه و از نبیش، یعنی من ربک
و ما دینک و ما نبیک. سوال کرده می شود. الا ما جاء به الاخبار، چون که بر اون اخبار یعنی حدیث ها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. ان شاء الله در شرحش بعد بیان میکنیم. و همچنین از صحابه گرام رضوان علیهم ثابت است. خب سوال برای یعنی کسایی سوال برای قبر برای کسایی که مثلا مسلمان هستند. خلاص انسان از دنیا رفت، خب مسلمان شد یا غیر مسلمان، لیکن بالغ باشد و مکلف باشد از همین امت پیغمبر، فقط برای همین سوال کرده میشه در قبر. از اینجا معلوم میشه که استثناء کرده میشه، یعنی عذاب قبر، یعنی سوال قبر نیست برای پیغمبرها، برای شهدای معرکه، یعنی شهیدای جنگی در احد بودن، جنگی کسایی که در مقابل کفار جنگ کردن از مسلمین در زمان گذشته، و همچنین کودک ها نابالغ از اونا در قبر از سوال کرده نمی شود. یعنی واجب نیست که ما بدونیم که چگونه سوال کرده می شود، مهم واجب است که اعتقاد کنیم که میت یعنی مرده عقلش و احساساتش و به سبب بعد گشتن روح در جسدش در جسمش برمیگردد، بعد او سوال میکنند. والقبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. امام طحاوی رحمه الله میگه قبر یا یک باغ از باغچه های جنت است، یا یک گودال یا چقریبی که میگه یک چاه از چاه‌های دوزخ است. سبحان الله. خلاص قول امام طحاوی روضة من رياض الجنة مقصد مراد یعنی قبر مثل جنت میشود، نه یا که دوزخ حفرت من حفر النیران چاه از چاه‌های دوزخ است، یعنی قبر مثل دوزخ نمی شود. مقصد این است که در دوزخ مثلا فقط مشکل است، یعنی عذاب است، یعنی چند انواع کثیر دارد، یعنی بسیار دارد عذاب ها. این تشبیه مجازی است وقتی این متحوی گفتند. مفهوم؟ و نؤمن بالبعث و جزاء الاعمال یوم القیامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. خب طيب خب آدم ما ایمان داریم بالبعث. بعث یعنی زنده شدن بعد از مردن، یعنی روز قیامت. یعنی خداوند از قبرها بنده ها را همچنان چکار میکند؟ مبعوث میکند، یعنی دوباره زنده میگرداند. و جزای الاعمال، جزای المعمول یعنی واجب است ایمان داریم با اینکه انسان خب جزا داده می شود در دارالبقا، یعنی در همون قیامت بر همون اعمالی که در دنیا انجام داده است. مفهوم؟ ما خداوند در سوره فاتحه یعنی الحمدلله مالکی نعبد الدین، مالک یوم الدین، عفوا مالک یوم الدین، یعنی مالک روز جزا، در اون روز خب یا جزای خیر است یا که جزای شر است، او را ان شاء الله بعد میبینیم. خب و جزای الاعمال یوم القیامت، خود متحوی گفتن. و عرض یعنی یوم القیامت، یعنی مقصد دنیا دارالجزا نیست، دنیا مثلا دارالاعمال، دارالعمل است. دارالجزا سزای سزای اعمال تا میگیری در قیامت. عرض یعنی مقصد بر خداوند پیشکش کرده میشد بر بهترین سریعترین حساب که خداوند حساب میکند. والحساب مقصد حساب حسد کرده میشود. و قراءت الكتاب، قراءت الكتاب یعنی پیشکش کرده میشد برای انسان همون نامه اعمالش روز قیامت که بر همون نامه اعمالش ملائکه ها نوشتند. با گفته میشد که بخوان کتابت را، پس میبیند اما اعمالش بنده ها در همون کتابش چگونه است، یعنی چی اعمالی که ما کردیم که ملائکه مینویسند، روز قیامت ما میخونیم. و الثواب والعقاب، خلاص این ثواب عقاب یعنی ثواب گرفته میشد بر اعمالی خیرش ان شاء الله، یا عقاب گرفته میشد یعنی جزا بر اعمال بعدش در روز قیامت. و الصراط والمیزان، الصراط یعنی همون پل صراط میگن، خدا در قرآن میگه و این منکم الا واردها. خلاص صراط المستقیم یعنی پل صراط میگن، یا کوپروک بگیم، گذشتن اون حق از وجود دارد.
خلاص در مسئله سیرات انشاءالله در شرحش بیان میکنیم. یعنی انسان ها بر چند نوع از اونجا عبور میکنن از اون پول سیرات، اما یک گونه نیست. خب والمیزان، میزان یعنی خدا میگه و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. خب میزان هم یعنی وزن میکند خداوند اعمال بنده ها را روزی قیامت. طيب والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. یعنی جنت و دوزخ اینا امروز خداوند خلقشون کرده است، یعنی وجود دارند، اونها هیچ وقت فنا نمیشوند و از بین نمیروند هیچ وقت. خب طيب یعنی خداوند میگه اعد للمتقین برای جنت و که اعد للکافرین برای دوزخ میگه. اونها امروز وجود دارند که دوزخ در پایان زمین هفتم است و بهشت جنت در بالای آسمان هفتم است در زیر عرش که لا تفنان ابدا، هیچ وقت اونا فنا نمیشوند، از بین ولا تبیدین، از بین نمیروند این جنت و دوزخ. و اگر سوال کرده شود که ما گفتیم فقط الله با اسما و صفاتش ابدی است، چرا این دوزخ و جنت ابدی شد؟ میگیم به خاطری که الله خواست که اینا، یعنی با خاص اراده الهی است که اینا ابدی باشند تا که جزای اعمال بنده ها در آخرت باشد بر حیات ابدی. و ان الله تعالی خلق الجنة و النار قبل الخلق. خداوند میگه خلق کرده است جنت و دوزخ را پیش از خلق کردن مخلوقات، یعنی پیش از اینکه بابای آدم خداوند خلق کند اول جنت و دوزخ خلق کرد. برای همین واجب است که ایمان بیاریم که جنت و دوزخ اینا خلق کرده شدن پیش از بشریت، پیش از آدم. طيب مقصد پیش از بابای آدم خلق شده است. و خلق لهما اهلا. خداوند خلق کرده است برای جنت اهلش را، یعنی اهل جنت جنتی ها را. فمن شاء منهم الى الجنه فضل من. پس کسی که اگر بخواهد برود داخل جنت شود فضل من، فضل الهی است برای اون. و من شاء منهم الى، و کسی که خدا بخواهد که داخل دوزخ برود عدلا منه، عدل الهی است. و کل یعمل لما قد فرغ له. پس هر یک انسان عمل میکند برای اون چیزی که برای او فارغ شده است، یعنی به موافق همون اعمالش دوزخ و جنت میرود. و سائر الی ما خلق له. و اون سیر کننده است، این روانده است به سوی اون چیزی که برای او خلق کرده شده است، یعنی دوزخ یا جنت. یعنی بنده ها عمل میکنند خب بر اون چیزی که خداوند نوشته شده است در تقدیر بنده در لوح المحفوظ. پس اون چیزی که دولت میکنه که ثواب در جنت و ثواب است برای اهل جنتی ها، این فضل الهی است. و اون عذابی که در دوزخ میتید این عدل الهی است. مفهوم؟ چون که خداوند، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه لو ان الله عذب اهل السماوات، اگر خداوند عذاب میداد اهل آسمان و اهل ارض و اهل زمین را لعذبهم وهو غیر ظالم لهم. خداوند عذابشون میداد اما خداوند ظالم نیست بر حق اینا. ولو رحمهم كان رحمته خيرا لهم من اعمالهم. اگر خداوند را ببخشد رحمت یعنی داخل جنت چون کند، خب رحمت خداوند خیر است برای اون در مقابل اعمالشون. طيب والخير والشر مقدران على العباد. یعنی اعمال خیر و شر مقدر است بر بنده ها، یعنی که بنده ها اعمال خیر و شر را با اذن اراده خداوند در دنیا انجام میدن، مقدر است. یعنی مقدر است به این معنی که یعنی بر بنده ها خداوند با علم و مشیت ازلیش در بنده خیر و شر را نوشته شده است، نوشته است. یعنی برای خداوند گفت و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. همه چیز در لوح، در درس قبلی بیان کردیم که همه چیز در لوح المحفوظ آماده است و نوشته شده است. طيب مسئله دیگر میگد والاستطاعت التي يجب بها الفعل. و اون استطاعتی که میگد واجب است به سبب همین استطاعت فعل، یعنی عمل بنده، من نحو التوفیق الذي، مانند توفیقی که خب لا يجوز ان يوصف المخلوق به، توفیقی که جایز نیست میگه وصف کرده شاید مخلوق رو به همون توفیق، فهي مع الفعل، پس این همراه فعل. استطاعت، مقصد استطاعت با همراه فعل است. یعنی
استطاعت یعنی قدرت پیدا کردن. معنی استطاعت قدرت پیدا کردن. فعل یعنی عمل بنده. این استطاعت همراه فعل است، نه از فعل جدا است نه مقدم، یعنی همراه فعل است. و اما الاستطاعت من جهت الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. خب این استطاعت که اول گفتیم، استطاعت که یجب بها الفعل من نحو التوفیق، مثل توفیق خداوند توفیق میدهد بنده، یعنی هدایت میکند. مراد التوفیق یعنی خلق کردن قدرت بر طاعت. مفهوم؟ توفیق یعنی خلق کردن قدرت بر طاعت، میگن توفیق. خداوند توفیقش داد، یعنی بر انسان خلق کرده همون قدرت توی که بنده همون انسان چیکار کنه؟ طاعت کند. اینو میگن توفیق. خلاص همون توفیقی که خداوند بر بنده میدهد، بعد استطاعت فعل برای بنده پیدا میشد. مقصد استطاعت همراهی فعل است، سبب توفیقی خداوند در بنده داد. اما میگن و اما الاستطاعت من جهت الصحه، اما استطاعت مثلا همچون صحت و وسع بدن و تمکن پیدا کردن. وسع به معنی قدرت پیدا کردن، تمکن هم به معنی یعنی تو متمکن بدن، یعنی بگیم باوری پر پیدا کردن. و سلامت الالاتی و همچنین سالم بودن آلات، یعنی دست و پا و زبان و دهان همه چیزها. فهی من قبل الفعل، پس همه از جانب فعل است، این عمل بنده است. و بها بر همین خب استطاعت یتعلق الخطاب، یعنی تعلق میگیرد خطاب الهی. و هي كما قال تعالی، چه خداوند گفت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اون نفسی که طاقت عبادت خدا را ندارد، خدا اون نفس را مکلف بر انجام این طاعت نمی کند. خب خلاص استطاعت نزد اهل سنت و جماعت دو قسم است. استطاعتی که همراهی فعل میشد، این نزدیک میشد فعل را، و استطاعتی که سبقت میکند فعل را. تو یعنی خب طيب، پس استطاعتی که همراهی فعل است همون استطاعتی است که تحقق میاد به همین استطاعت از بنده فعل که خداوند یعنی پیدا میکنه همین فعل را در بنده. اون میگن توفیق. یعنی کدام حالت تو مثلا استطاعت پیدا کردی، یعنی قدرت توفیق، یعنی خداوند بر تو قدرت داد بر طاعت و اون کارت انجام دادی، به خاطر که خداوند در تو این خلق کرد. همین معناش. و این کار را امین در مقابل گناه ها میگن خذلان. خداوند میگه خور ذلیلش کرد. یعنی در اونجا استطاعت فعل هم وجود دارد، اما اینجا توفیق نیست، اما اینجا گمراهی است، چون خداوند رو گمراه کرد. میدونید که اون گناه میکند. مفهوم؟ اما بعضی گروه ها هستن که میگن که استطاعت خب مقدم بر فعل است. خب این خلاف صحیح است، این درست نیست. خب اما استطاعت دوم که گفتیم سلامت اسباب و الالات، گفتیم که مثلا حواسی که بر همون فعل انسان وابستگی داره، حواس خمسه، یعنی حواس پنجگانه، مثل شنیدن و بویدن، احساس، همین چیزها. پس این معلوم است که از قبل فعل است بدون خلاف. پس همین استطاعت دوم که ما گفتیم با همین تعلق دارد خطاب الهی، یعنی خطاب تکلیفی که خداوند خطاب میکند بنده رو بر انجام این عبادت، یا که نهیش میکند از انجام دادن این عبادت. اون خطابی است که یعنی خداوند بعد عفوا خطابی که خداوند بنده را در گفتیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینجا همون استطاعت دومی که استطاعتی که مراد همون سلامت اسباب و آلات همین چیزا. امام طحاوی خودش میگه و افعال العباد خلق الله و کسب من العباد، یعنی افعال بنده ها همش مخلوق خدا هستند، خدا خلق میکند و همین افعال بنده نسبت به بنده کسب است. مفهوم؟ یعنی افعال اختیاری انسان، یعنی اعمال اختیاری انسان واقع میشد همچون کسب برای بنده، اما همچون خلق برای الهی، یعنی خداوند خلق میکنه، بنده کسب میکنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. پس سبحانه و تعالی خلق میکنه همین افعال بنده را، اعمال بنده را. بنده را خلق نمیکنه، بلکه بنده کسبش میکنه. مفهوم؟ و همین مذهب اهل سنت و جماعت همین است که خب خداوند اعمال بنده را خب چیکار میکند؟ کسب میکنه، خلق میکنه و بنده کسب میکنه. یعنی افعال اختیاری که انسان اختیار میکنه توی که انجام میدهد، خب او کسب انسان است، اما خداوند خالق این افعال و کسب انسان است. ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم. پس
امام طحاوی میگه خداوند اون مکلف نمیکند بنده ها را مگر اون چیز مقداری که یعنی طاقت بگیم صبر دارند ولا یطیقون الا ما کلفهم و همچنین اونها طاقت نمیکنند مگر اون چیزی که خدا را این مکلف کرده باشد. یعنی خدا لازم نمیگرداند، یعنی شرط نیست، یعنی خدا مجبور نمیکند هیچ وقت انسان بر چیزی که اون قدرت ندارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همین معنا ده. طيب وهو تفسير، خب میگه همین قولی که امام طحاوی گفت ولا یکلفهم الله تعالی الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفهم، این خدا مکلف نمیکند بنده ها را مگر اون مقداری که اونها طاقت دارند، همچنین طاقت یعنی ولا یطیقون و طاقت پیدا نمیکنند مگر بر اون چیزی که خدا اونها مکلف کرده باشد. این معنی همون سخنی که امام طحاوی خودش میگه و هو تفسیر لا حول ولا قوة الا بالله. ایوه هم میگه تفسیر همین قولی است که لا حول ولا قوة الا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله الا بمعونة الله. ما شاء الله. این جواب سخنش که یعنی و همون تفسیری همین قولش امام طاهر قولش که ولا یکلفهم الله تعالی الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفهم، تفسیرش همین معنی همین است لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هیچ بگیم قدرتی برای انجام طاعت و هیچ قدرتی از پرهیز کردن از گناه بدون قوت و خلق خدا وجود ندارد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول یعنی مقصد هیچ کس خب یعنی برای الا بالله مقصد هیچ کس برای طاعت عبادت خداوند قدرت نداره مگر با یعنی با اسمت و حفظ الهی، بین معونت یعنی با اسمت و حفظ الهی خداوند حفظ میکنه توی که بنده طاعت عبادت میکنه. ولا قوة الا بالله یعنی کسی از گناه مثلا دست کشیدن نمیتواند مگر با قدرت و توفیق الهی، یعنی خداوند توفیق داد توی که ما گناه نکنیم. نقول لا حیلة لأحد، پس ما میگیم که هیچ کسی وجود ندارد، ولا حرکت لأحد، و هیچ کسی حرکت ندارد، ولا تحول لأحد، و هیچ کس یعنی خشت دور کردن نمیتواند از معصیت خداوند، از گناه خداوند، الا بمعونت الله، مگر با معونت یعنی با عصمت و حفظ خداوند. یعنی لا حول ولا قوة الا بالله را امام طحاوی خودش تفسیر کیسه میگه نقول میگیم معنی لا حول ولا قوة لا حیلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله الا بمعونة الله. انا می معنی سخنش یعنی هیچ کسی هیچ کار کردن نمیتواند و حرکت کردن نمیتواند تحول ولا تحول لأحد، همچنین از یعنی بگیم از گناه خودش حفظ کردن نمیتواند از معصیت خداوند مگر با عصمت و حفظ الهی. مفهوم؟ همون معنی آیت خداوند و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، یعنی بنده ها برای اونو مشیت وجود نداره مگر این چیزی که خداوند برای اونو خواسته باشد. اگر برای اونو در ازل خواسته باشد حتما اون چیز می شود، اگر نخواسته باشد اون در دنیا نمی شود. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله ولا الثبات عليها إلا بتوفيق الله. اكو معنی ولا قوة ایجاد ولا حول ولا لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. این معنی یعنی لا حول است. اما معنی ولا قوتش در جای ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. دوش متحاوی تفسیر کردیسه همین معنی لا حول ولا قوة الا بالله. لا قوة معناش که هیچ قوت وجود ندارد بر اقامت کردن، برپا کردن طاعت الهی و ثابت موندن بر طاعت خداوند مگر بر توفیق اله. این اگر خداوند خودش توفیق ندهد از دست ما چیزی بر نمی آید. طيب
و کل شیء یجری بمشیئة الله تعالی و علمه و قضائه و قدره. پس همه چیز، خب همه چیز میگه جاری میشود با مشیت الهی و علم خداوند و قضا و تقدیری پروردگار. خب در همینجا ان شاء الله درس رو توقف میکنیم ان شاء الله. از همینجا با کل شیء یجری بمشیئة الله تعالی از همینجا بس شروع میکنیم درسی بگیم 13 رو. این بود درس 12 از عقیده متن عقیده امام طحاوی ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم واخر دعوانا وان الحمد لله رب العالمين.